در کاری کنفرانس نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان، مؤسسه علمی تعلیمی جمهوری، مهمانان از جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان همچنین از کارخانه‌های صنعتی کشور شرکت ورزیدند. گفته شد که این همایش بخشیده به اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف راه‌اندازی گردید. در قسم پلانری کنفرانسیای علمی عملی بین‌المللی، رکتور دانشگاه کوهی متالورژی تاجیکستان، معاون رئیس شهر بوستان، معاون سردار خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همچنین نایب پرزیدنت اتفاق بین‌المللی مارک شیدران، دکتر علم‌های تاریخ پروفسور دانشگاه دولتی تکنیکی تاشکند سخنرانی نموده از نقش و مهمیت برگزاری این همایش ابراز نظر کرده شد. سپس معروضه‌های علمی در دایره موضوع تکنولوژی اینواسیونی استخراج و بازکارکرد کندنی‌های فایده‌ناک، رشد ساحه و آماده نمودن متخصصان در این سمت ارائه گردید. Произошел очень деятельный, очень полезный обмен опытом между учеными разных стран, что будет обязательно способствовать решению актуальных задач в горной промышленности Таджикистана. Я очень благодарю организаторов конференции за хорошую организацию и приглашаю таджикских ученых более активно принять участие в наших международных делах. بنا به اطلاع مسئولین به کنفرانسیای مذکور زیاده از 100 مقاله علمی از کشورهای نروژ، پرتغال، بلاروسیا، قزاقستان، فدراسیون روسیه، جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان وارد گردیده است. زیاده از 20 نفر عالمان و رهبران مؤسسه‌های علمی و تعلیمی جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان در کاری کنفرانس شرکت ورزیدند. کنفرانسیای بین‌المللی علمی عملی تکنولوژی اینواسیونی استخراج و بازکارکرد کندنی‌های فایده‌ناک پلتفرم‌ای مهم برای مبادله تجربه و محاکمه مسائل مبرم ساحه معنی داد گردید. گفته شد که نتیجه محاکمه و معروضه‌های پیشنهاد شده در رشد منبع استوار صنعت کوهی و متالورژی در منطقه نقش مهم خواهد بازید. زیاد گردیدن طلبات به کندنی‌های فایده‌ناک و رشد با سرعت صنعت وادار می‌سازد که توجه به این سمت بیشتر روانه گردد و توسط تبادل تجربه، اینچنین بلند برداشتن ملکه کسبی و همکاری‌های سودمند با کشورهای دوست به پیشرفت این ساحه سهمی بیشتر گذاشته می شود.